امروز از این سمینار آموزشی که در موضوع پیشگیری ترغیبات اکستریمیستی از شبکه‌های اجتماعی شده گذشت، خیلی تاثیرات داشتیم. ما تصور داشتیم که همین بعضی مسئله ها از یک جهت ما نگاه میکردیم، ولیکن بعد از اشتراک کردن بعد فهمیدیم که قسمت دیگر هم برای منفعت بیشتر بوده است. مخاطبا عدد بیشتر از این مثلا که شبکه اجتماعی استفاده برد و مردم و فرزندان مردم برای پیشگیری از شامل شوی و دیگر مسائل اگر استفاده کنند خیلی خوب می شود. از همین زیاده از 30 نفر تا یا که 30 نفر بودن معلوم شد که از همین 3-4 نفر علاقه معلومات دارن در همین باره و استفاده میکنن. از یک جهت همین نبودن سواد کافی برای استفاده بردن همین چیزها تکنولوژی نوین و جهت دیگر که همین آموختن را دیگه برای خودشون یک آر میدونن. باید بیشتر استفاده کنیم، چون که استفاده درست را تنها خادم دین میتواند از این تکنولوژی های نوین بکند، چون که هر یک جوانی که استفاده میکند که او عقیده سالم ندارد یا علم کافی ندارد برای فرق کردن مثال همون پیامک ها یا که ویدیورالیک ها حقیقت یا که باطل بودن آنها را فرق نمیکند. ممکن است که در رفت استفاده همونها به اصطلاح حاضره بی‌باور شود، گمراه شود، مغشوشی شود. وقتی که خادمان دین در شبکه‌های اجتماعی فعال نمی‌شوند، این یک عکس‌العمل می‌شود. هرچند که شاید که جنبه‌های گوناگون دارد، ندانستن مثال طرز استفاده بردن اینترنت یا اینکه بگیم که کاربار با همین سبب نکردن ایشان یا بعضا نداشتن سواد کافی برای دسترس کردن معلومات ها یا پیشنهاد کردن معلومات ها، البته سبب‌های زیاد دارد، لیکن مجموعاً عقیف نشستن، صرف نظر کردن، خانم نظری کردن در این بابت سبب‌های بسیار خوب برای جامعه ما دارد. همه بچه‌ای که طرفای رسمی و رفتادی هم علاقه را گفته شد اینجا گاب رفتاد گاودون کردن و علاقه همه فهمیدن این دوره اولین سالهای پیش بچه‌ها سوس بودن، چون برای مبلغ رفتگی کم کم مبلغ بینم میبرفتن یا حق میگفتن میداد میگفتن و درو اپی میشود. همه فهمید جو علاقه تلویزیون رو که من گفتادیان چند وقت نشون دادم آدمای رفته گشت آمریکا گوسوس مقصد باشه اینا که حاضر یک اقلش 60-50-60% کم شده یا اما پیش این وقت اکنون حاضر قریب که نیست گفتن ممکن بچه‌ای مونده. خصوصا مسئله تاریخ ادیان آن همین دین بودایی باشد، مسیحی باشد، زرتشتی باشد و هم اینچنین دین مبین اسلام، یعنی که مبدأ آمدن این دین مبین و به کدام واسطه ها به ما آمده رسیده است قسما معلومات دقیق گرفتیم. سمینار بسیار یک بهم‌آورید بود و ما بسیار یک تأثیرات زیادی برای خود حاصل کردیم و بسیار دانش‌های چقوری که در اینجا با ما مطرح کردن، پیشنهاد کردن بعضی مسائل ما برای خود گرفتیم و آینده حرکت میکنیم که در بین جامعه باز همین چیزها را تشویق و ترغیب نماییم. از ناحیه ما نیز بعضی جوان‌های به اراده، کم اراده شامل این گروه ها شدند. اگر نظر کنیم یکم از مهاجرت مهنتی است. وقتی که آنالیز کرده دیدیم که قریب 70% آن نفرهایی که به این گروه های اکستریمیستی تروریستی شامل شدند از مهاجرت مهنتی رفتند. یعنی وقتی که آنها به مهاجرت مهنتی میروند برای انسان یکمی که روپرو می شود این بیکاری است. دویمش ندانستن زبان است. سومش از علم شریعت، از فرموده های حقیقی راه اسلام بیخبر بودن است. همین جهت ها سبب شد که آنها شامل همین خیل راه های خطا شدند. البته بعد از آنکه ما در این صحبت ها اشتراک کردیم در صحبت های مسجد های جامع، البته از این منفعت های گرفته ما استفاده میبریم.